انسان مبلغ صرف میکند، قوت صرف میکند. بعضی انسان ها شاید چندین فرزنداش مهنت کرده جمع کرده فرستاندگی است، لیکن اینا فکر میکنن که عمره کردن یک سیر و گشت، فلانی پدر و مادرش را فرستانیده است، اینها هم باید یک از اونها کم نشوند، پدر و مادر فرستاندیان. یعنی این خیلی نه، این عبادت است، این عبادتی پر از مشقت است. حتی حدیثی از سفر و قطعه من العذاب، سفر قطعه عذاب است، امام بخاری در کتاب حج و عمره روایت کرده. برای چی؟ برای اینکه حاجی عمره کننده داند که این سفر سفری پر از مشقت، پر از عبادتی پر از مهنت و مشقت، آسانی نه، این راحت نیست. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که پرسیده شدن علی النساء جهاد، آیا به زنها جهاد فرض است؟ گفتن که علیهن جهاد لا قتال فیه، بر ذمه آنها جهادی هست که جنگ ندارد. ببینید مانندی به جهاد کردن حج و عمره را از سبب مشقت های زیاد داشتنش. بنابراین شخصی عمره کننده پیش از آن که به عمره میرد باید علم داشته باشه، کتاب رو گیرید خوانید، نوارها رو گیرید تماشا کنید، اهل علم رو پرسید، تعلیم علم گیرید، هر وقتی فرصتی خالگی یافتید علم آموزید تا اینکه عبادتی که اجرا میکنید مکمل شود. امام بخاری رحمت الله علیه گفتند که باب العلم قبل القول والعمل، باب در این باره که علم پیش از قول و پیش از عمل. پیش از آن که شما چی گویید اول علم گیرید، لبیکه هم درست تلفظش یاد گیرید. پیش از آن که طواف کنید علمی طواف را آموزید. چقدر حاجی ها طوافی غلط میکردند، طوافی خطا میکردند، چقدر مردم رو میبینید که حج و عمره خود را باطل کرده برمیگشتند و پروا هم نداشتند که حج آنها قبول شد یا نه، درست شد یا نه.